خیلی خوش اومدین. چی شده تشریف آوردین مشاوره؟ حس میکنم که من پدرمو کشتم. از این موضوع خیلی عصبانیم، از خودم ناراحتم، کلافم. مهم. شاید اگه من پیشش بودم اون اتفاق واسش نمیافتاد. شاید اگه من بودم الان بودش، زنده بود. واقعا بهتون تسلیت میگم. متشکرم. مرسی. میتونید بهم بگید چی شد که پدرتون به رحمت خدا رفت؟ چند وقت پیش حدودا من یه ماه خورده پدرمو از دست دادم و زمانی که حالش بد شد من پیشش نبودم. پدر من توی چند سال گذشته 2 بار سکته قلبی داشتن، یه بارم سکته مغزی و یه ذره ناتوان شده بود، نمیتونست حالا حرکت کنه و اینا. و منم خب تنها بودم توی خونه، نگهداری ازش یه ذره سخت بود، ولی خب میخواستم خودم باشم، یعنی خودم ازش نگهداری کنم و اینا. با این حال براش پرستار گرفتیم که حالا یه ذره مثلا اوکی باشه و اینا، چون من سر کار میرم، نمیتونستم تمام تایممو بذارم برای پدرم. و اون روز که این اتفاق واسش افتاد، به پرستار گفته بود که زودتر برو، یعنی اوکی بود حالش، به پرستار گفته بود زودتر برو. پرستار زنگ زد به من، از من اجازه بگیره که بره و منم این اجازه رو بهش دادم. شاید اگه این اجازه رو نمیدادم، شاید اگه پیش پدرم بودم این اتفاق واسش نمیافتاد. چرا من این کارو کردم؟ مثلا شده بود که مثلا قبل از اینم بگی که مثلا پرستار زودتر بره، خود پدرتون مرخصش کرده باشه؟ آره، پیش اومده بود اتفاق مهم. افتاده باشه. دفعات قبل هیچ مشکل پیش نمی اومد نه؟ نه، مشکل پیش نیومده. پدر مرحومتون چند سالش بود؟ 84 سال. 84 سالش بود. بعد شما چند تا خواهر برادر هستین کلا؟ من 3 تا، 2 تا خواهر دارم، یه برادر دارم. آها. بعد اونا ازدواج کردن کلا؟ بله بله. بعد اون وقت معمولا همه این کارهایی که حالا مربوط به پدرتونه چند درصدش با شماست، چند درصدش با خواهر برادرتونه؟ خیلی کاراش اکثرا با من بوده، یعنی مهم. تقریبا همه کاراش با من بود، چون من باشون زندگی میکردم. گفتین چند دقیقه پیش گفتین که مشکلاتی داشت از قبل. مشکلاتش چیا بودن؟ آره، 2 بار سکته قلبی کرده بود، مهم. قلبش مشکل داشت. مهم. یه بارم سکته مغزی کرد که دیگه بعد از اون سکته مغزی خیلی ناتوان‌تر شده بود، به سختی میتونست راه بره، مهم. کارشو نمیتونست خودش زیاد انجام بده. مهم. بعد اون وقت مادرتون چند وقت فوت شدن؟ مامانم چند سالی هست، فکر میکنم 5 سال شده باشه، 5-6 آها سالی هست که آها. فوت شده. یعنی میتونیم بگیم که مثلا بعد از اینکه مادرتون به رحمت خدا رفتن این سیر ناراحتی های پدرتون بیشتر هم شد؟ آره دقیقا، خیلی. دیگه چه اتفاقاتی افتاد وقتی که حالا وقتی شما رسیدید؟ مشخص شد مثلا چند وقت بود که فوت شده بود؟ توی همون تایمی که پرستار رفته بود، مثل اینکه حالش بد میشه، حالا تشخیص دادن که انگار دوباره مثلا حالت سکته داشته آها و دیگه آها. اون موقع تموم میکنه. آها. یعنی خیلی یهویی بوده انگار این اتفاق. مهم. که اینطور شما الان خودتون حس میکنید که عامل اصلی خودتونی؟ آره، شاید اگه من اجازه نمیدادم پرستار بره، یا اینکه مهم. خودم میرسیدم بهش زودتر برمیگشتم، یا شاید این اتفاق نمیافتاد. مهم. یا ما فرض کنیم که مثلا مجموعه عواملی مثلا باعث شده که شما پدرتون رو از دست بدید. فرض کنیم مجموعه عوامل همشون جمعشون میشه 100%. یه نمودار دایره‌ای رو فرض کن که هر کدومشون مثلا میشه مثلا یه درصدی رو به خودش اختصاص میده. بیا با هم فکر کنیم ببینیم مثلا هر عاملی چند درصد نقش داشته. نقش خودت هم حساب میکنیم که شما نبودی پیشش. باش. خب این که خانواده شما کنارش نبودن، یعنی میتونست مثلا این شکلی باشه که خواهر یا برادرای دیگه‌تون مثلا پیشش باشن، فکر می‌کنید این چند درصد نقش داشته؟ که اگه اونا بودن این بله فرض اتفاق. کنیم مثلا این از 100 بیشتر نشه، یعنی هر چیزی یه جوری بگیم که مثلا شاید 10-15% جلوی این اتفاق رو میگرفت اگه 10%. میتونستن باشن. پس 10% ما میگیم که این چیز نبودن خواهر برادرای دیگه‌تون، چون اونا هم به یک اندازه نقش دارن دیگه در زندگی پدر. بله درست. ولی خب اونا ازدواج کردن، من
خب میتونیم بگیم اونا هم یه نقش یکسانی دارن توی بله زندگی درست. پدرتون. یه عامل دیگه‌اش میتونیم بگیم مثلا سنش بوده باشه، کولت سنشون باشه؟ آره خب قطعا سنش بالا بود، اونم با این سابقه های مریضی که داشت. خب اینجوری که مشخصه مثلا پدر شما زمان خیلی زیادی رو با مادرتون حدود مثلا 50 سال زندگی کرده. درست. این نبود مادرتون میتونست ما بگیم این روند ناراحتیش یا روند عدم تمایلش برای خوب شدن اینا رو بیشتر هم میکرد؟ آره اینم هست، خیلی ناراحت بود از نبود مامانم. خب فکر میکنید اون کهولت سنش چند درصد به خودش اختصاص میده؟ خیلی بیشتر، الان که دارم بهش فکر میکنم شاید مثلا 40%، 30%. نکته بعدی اینه که اصرار خودش بر این که به فرض پرستار رو مرخص بکنه. آره اتفاقا پرستارش هم گفت اینو بهم، گفت که اصرار داره که کاری نیست دیگه برو. چند بار مثل اینکه این موضوع بهش گفته و دیگه منم گفتم خب اوکی اگه خودش میخواد، مثلا من اینو بهش گفتم اگه خودش میخواد میتونی بری. یعنی خودش هم اصرار کرده، شاید مثلا 30%، 40% هم به خاطر اصرار خودش بود، وگرنه خب پرستار وظیفش بوده بمونه. فکر میکنید چه دلایل دیگه میتونه داشته باشه؟ فکر کنم بیشتر به خاطر اینکه سابقه بیماری داشت خیلی، یعنی چون دکترها گفتن خب این سابقه بیماری داشته الان که حالش بد شده، دلیلش هم سکته بوده. وقتی من بهشون گفتم که خب حالا پروندهش رو چک کردن دیدن که قبلا هم سکته کرده و اینا، دیگه براشون خیلی مثلا طبیعی بوده، انگار که ممکن بوده پیش بیاد این موضوع. همین عامل فکر میکنی از اون 100% چند درصد به خودش اختصاص میده؟ اینم باز خیلی احتمالاً درصد زیادی، مثلا 30%، 40%. اینایی که گفتی حدودا خیلی خودش 80 بیشتر. 90% میشه حداقل. پس ما میتونیم بگیم نقش تو مثلا نهایتا 10 تا 20% بوده. بله. الان مثل همون اول فکر میکنی نقش تو زیاده؟ نه شاید اونقدری که خودم فکر میکردم زیاد نبود. میتونیم تحلیلش رو اینجوری بگیم که چون شما احساس تنهایی خیلی زیادی الان بیشتر از گذشته میکنی، یا اینکه الان که پدرتو از دست دادی انگار با گفتن اینی که خودتو مقصر بدونی انگار که داری یه جورایی خودتو ملامت میکنی، یه جورایی خودتو مجازات میکنی. آره از نبودنش خیلی ناراحتم، شاید به خاطر همین.